تولدمه و امسالم هیچ شباهتی به پارسالم نداره. بعد از اینکه 5 صبح بیدار شدم، ساعتو خاموش کردم، اپ برنامه‌ریزیمو باز کردم و اولین تیک روزمو زدم. تختمو مرتب کردم، یه لیوان آب میشیدم و سریع یه دوش گرفتم. لباسامو که پوشیدم، نمازم خوندم، شکرگزاری و بعدش پلیلیست موزیک نوستالژی تولد گذاشتم. موامو سشوار کشیدم، روتین پوستیمو انجام دادم، ماسک ورقه‌ای گذاشتم و یه تایمر 15 دقیقه پومودورو هم زدم تا همینقدر دقیق منظم باشه. یه پومودورو 45 دقیقه‌ای هم گذاشتم، نشستم پای تمرین و پروژه طراحی کنوام. و بعدش هم یه ذره بازی کردم که ذهنم ریست شه. یه آب باکس کریسمسی هم بود که خیلی ذوقشو داشتم، اونو انجام دادم. بعدش نوبت کیک تولدم بود. کیک رو که آوردم، شمع رو گذاشتم، فوتش کردم و کلی عکسای بامزه گرفتم. اپ برنامه‌ریزیم واقعا زندگی منو تو این یه سال از این رو به اون رو کرده. آموزش ویدیویی 0 تا 100ش به زبان فارسی رو واسط آماده کردم. قبلش حتما منو داشته باش، کلمه اردک رو کامنت بذار تا هدیه تولدم به دستتون برسه.